خلاقیتی به خرج بدیم لیگ رباتیک راه بندازیم. دوربین یه ذره نزدیک شو. یه سری توضیحات بدم. تجهیزاتو ببینیم. ببینید ما هر کدومون یه سری قطعات داریم، چند تا چوب داریم، نی داریم، محدود جاواکی داریم، 2 تا آرمیچر داریم، لاستیک داریم که از کارتون درست کردیم، باتری داریم. قراره که با این وسایل یه دونه چی درست کنیم؟ یه دونه ماشین درست کنیم. بوگاتی. بعد ببریم بذاریم توی سالن ریس بذارن این ماشین رو با هم مسابقه بدن. نفر اول چی میگیره؟ شد جایزش چیه؟ جایزش چیه؟ فلافل دیگه. یه فلافل دیگه. آقا یه فلافل. ما اصلا امتیازات جایزه هم ورزش فلافل. آره. همونطور رفت. فلافل قارچ و پنیر. بریم که داشته باشیم. قارچ و پنیر. اصلا آقایی معروفه. بریم که شروع بکنیم. حله. فقط یه لحظه که جلو بگیم چند تا چیه دیگه گفتی؟ آره دیگه گفتم دیگه 7 تا چوبه، 2 تا آرمیچر، 4 تا چرخه، 2 تا نیه، اینه و باتریه. بریم که شروع بکنیم. یا علی. بچه‌ها من که مشغول درست کردنم چرخه باتری همه چی مثلا که داره بیس کارو در میاره. آره ما هم که داریم بدنه ماشین داریم. اینم که کمک گرفته دیگه، یه مهندس آورده نمیتونسته زیاد چی کنه، داشت بزرگش آورده. ما تیم شدیم. آره من که بچه‌ها میخوام بهتون توضیح بدم. ببین چند تا چیز دارم اصلا دارم میخوام یه کاری کنم وزن بالانس باشه. یعنی مثلا ما 2 تا آرمیچر داریم دیگه، بغل اگه مثلا بچسبونیم وسط خب قشنگ وزن بالانس تمام. چسبونی داریم. بله ببین ماشین من دفع عقبه، دفعو بگیر دفع عقبه، نیرو از پشت به جلو منتقل میشه. یعنی مثل از چه ماشینی الهام گرفتی؟ من از سوپرا دیگه. آها سوپرا. آره واسه منم از دوجه بچه‌ها. دوج چی؟ نمیدونم. داج چالنجر یا چارجر؟ چالنجر اسمش بهتره. اون تسلا. میران چون به ماشینای شیر چینی علاقه داره میتونیم ماشین چیز جدید شیائومی رو بزنیم براش. در کدوم مرحله شنتیا؟ من در مرحله چسب زنی هستم. ببینمت. شما کماکان دارین چسب میزنین. منم که کلا چسب میزنم. داری شاسی تو میسازی یا چی داری میسازی؟ من فنر. داری فنر؟ یعنی آره یه مقدار میخوام ارتفاع نه بدم. آجی من اکسل دارم میذارم واسه ماشین که عشان بتون پرواز. ماشین تو چیش خراب شده بود؟ شنتیا یه ذره از دمپایات برامون بگو. دمپایا چرم اصل گاویه نه؟ آره دقیقاً از سمت از کفش ملی گرفتیم بچه‌ها. تو صندلاتو با جورابم میپوشی؟ یا فقط همینجوری میپوشی؟ با جوراب سفید. آقا کی به این گوشی داد؟ آقا از پروسه‌تون بگین چه خبره؟ خیلی خوبه خیلی خوبه. تولید ملی. تولید داخلیه دیگه بالاخره باید حمایت بشه. عبدی یه شعار بده، یه اسم برای کانسپتتون انتخاب کن. تولید امروز فشار فردا. اوکی. خیلی قشنگ گفت. اسمش چیه؟ اسم کانسپتتون چیه؟ آقا بغل گوش من نخور چیپس. زیبا. اسم کانسپتشون زیبا. قشنگه. اسم کانسپت تو چیه؟ نه من فکر نکردم. بوله بوگاتی لامبورگینی موندم. پس آقا تا تو فکر کنی ما بریم و برگردیم. خب بچه‌ها اینجا میبینین که من الان رسیدم به این مرحله. نیروی محرکه و در واقع مخزن سوخت که با باتری لاستیک‌ها اینجا نصب میشن و در واقع ماشین آماده حرکت میشه. دکتر دکستریتی داره ماشین دکستریتیش میسازه. بله.
سخت مشغول چسب زدن. شما این ذره کجه. استاد رحمانی. جانم، من در مراحل سیستم نبوغ. الکتریکی ماشینم دیگه، در حال در واقع فعالسازی موتورام. بله. آره من دیگه دیگه داره ران میکنه. آخرای پروژه من نمیبر. همتیمی من. ما در حال همچنان چسب زدنیم و سوختن دست همچنان. چوب من کجه. چوار نگیر کجه. بله. تو دوله بگو دقیق داری چی کار میکنی. ببین این ایده رو اگه کپی کنی خب آدم دیوسی هستی. مرسی. این من دارم تو داری استحکاک ایجاد میکنی بین آفرین. چرخ و زمین. به جان خودم تو ذهنم بود این کار. گی نخور. چه آدمیه. آقا شما کدوم مرحله این؟ ما هم تو مرحله مونتاژ. مونتاژی نه؟ به نظرم باید این شرخه یه ذره پایین‌تر باشه، بالاتر باشه سوراخش که نه الان بگیره. الان وسط اوکی بنظر. وسط اوکی نیست آخه. برنده کیه؟ اسم می‌کنم برنده کیه؟ میزنه دکستریتی. اچھا معنی دکستریتی یعنی چابکی. من خودم دکتر دکستریتی یک کانال گیم دارم اینجا میاد. برید توش سابسکرایب کنید لایک کنید. اگه این ویدیو خوشتون اومد سابسکرایب کنید لایک کنید. عبدی تو پیشنهادت به مخاطب چیه؟ زنگوله. زنگوله. زنگوله خیلی مهمه. مرسی. موندم مثل خر. آقا چه مشکلی اتفاق افتاده؟ عبدی تعریف کن واسه ما. حرف نزن فعلا. امروز مشکلش رو بگو چی شده؟ لاستیکشون شله توی محور، بعد آرمیچر رو میزنن، آرمیچر میچرخه، لاستیک نمیچرخه. مشکل فنی داره. عقلشون نمیرسه چه غلطی باید. راه حل ساده‌ای داره. بچه‌ها شما بگید به نظرتون چه راه حلی برای این استیج مناسب تره؟ منم که بچه‌ها اینجا من سراش چسب بزنم. صندوق گذاشتم. عرق رو اینجا راوند تو داری برای خودت دوباره چرخ میسازی. آره این چرخی که امیرحسین درست کجاست؟ این چرخ بچه‌ها شبیه خودشه. دارم راوند ترین چرخ دنیا رو میسازم. مرسی. لایک کنید. آقا شما دارین چی کار میکنین؟ تو چه مرحله ای من هستی؟ دارم فعلا منگنا رو در میارم از این. تو بزنیم سر لاستیک. مشکل مونده اینا. شما مثل خر تو گل گیر کردین اسم میکنم، اینو بزنم سر درسته؟ لاستیک کار در میاد. حالا ببینید. بعد حاجی اینا تقسیم وزن ندارن اصلا. هیچی از مهندسی بلد نیستن. با اینکه 2 نفرم ما تکیم. که این بره تو این، ولی زیاد خوشت شد در جا می‌ذاره. خب اینجا نه اون سوراخ نمی‌کنه. ماشین آن این میخوام ازش بنزینم بذارم پاترونم کار کنه. تو دف جلویی. دف جلوه، دیفرانس جلوه، امیرحسین دیفرانس عقبه. بعد دیگه حالا آخرش توضیح میدیم در مورد رباتم دیگه. حله دیگه. داریم میرسیم به آخرای امروز. چه غلطی داری میکنی شنتیا؟ دارم با ریاضی بچه‌ها این محور الان 4 سانته نمیچسبه. فوت کن. آقا اینا رو وایس دارم بگم راهنمایی دارم میکنم بهتون. خب ما یه چیزی داریم به نام شما مثلا برای مثال اینو ما کجا استفاده می‌کنیم؟ مثلا برای مثال. درست. بچه‌ها این احمقا یعنی درست شد. ما یه بچه بودم من یه چی داشتم برای اینکه چرخ رو باید درست می‌کردی نگاه کن شما فکر کن این چرخه آقا اینو نگاه کن بله بفهم. شما فکر کن آقا من نگاه آقا اینو نگاه کنین. شما ببین این چرخه الان این داره دور خودش میچرخه اصلا نمیچرخونه اینو بعد یه چی گیر کنه این وسط شما یه چی وسطش بذارید که این گیر کنه چیزی بذارید. مثل سر خودکار قشنگ گفتی. آفرین. بازم این راه میره. واسه چرخش محرکه.
بچه‌ها ما دوباره برگشتیم، ماشینا آماده شدن. یه توضیح بدیم. این ماشین عبدی، اسم ماشین چیه؟ جک. چراغم داره بچه‌ها. باتری رو وسط یه توضیح بده دیگه. می توضیح ندارم چون اون چیزی که می‌خوام مهران یه توضیح بده. ولی خب همینطور که می‌بینید دو تا چراغ در جلو ما مشکل محور داریم اینجا و اینکه آره. وزنش هم بالانس کردیم. چرخات صاف نیست. متاسفانه این تایر سازی اصلا با ما همکاری لازم رو ندارن تایرها بد بودن. و ارزهای دولتی رو به ما نمیدن. به یه خب، سری بس. از افراد هستن امیرحسین، ماشین امیرحسین اسمشو بگم؟ بگو. پرسانگوی. پرسان یعنی چی؟ پرسانگوی اسم شاسی بلند جدید فراریه. آها خب پرسانگوی شاسی بلند نیست ولی بله دیگه این الان از جلو قشنگ حالت فوق‌العاده داره. ببین ما تقسیم وزن انجام دادیم. دو تا در واقع آرمیچر عقب، اینو گذاشتم جلو که اینجا رو بگیر که در واقع مرکز ثقل ماشین تنظیم بشه. آش باتیش وسط این آرمیچرش هم بله دیگه فوق‌العاده است. ماشین ما هم که خیلی ماشین بهش دکستریتیه. بابا تو میخوام. آره این دو تا آرمیچر این وسط حالت کج داره، یعنی حالت فرمول یکی داره. باتری عقب صندوق عقب داره و رو هم ترازم نیست، این لاستیکش رو هواست. سه این واسه من الان خوب حرکت میکنه. 3 خب بریم. 2 وایسا نه وایسا 1 تنها ماشینی که حرکت میکنه برای منه. طلا رو گرفت. واسه من داره حرکت میکنه. طلا رو گرفتم. برای اونم دارن طلا رو گرفتم. وایسا. بچه‌ها واسه من حرکت کرد. داداش حرکت نمی‌کنه. داره دور میزنه ماشین تو. نگاه کن. برو اونور. آقا باختیم دیگه. پس ما بازنده شد. به خدا تقصیر امیرحسینه. من می‌خواستم چند یه تا دخترا تو چیز دوره این. وسط این بذارم که حرکت کنه. امیرحسین گفت زیرش بذار دیوس. توته کرد. تمام. آقا منو بگیر. آقا خدا وکیلی وکیلی بعدی این کار لایک و سابسکرایب داره. نگاه کن. دیگه نمیده. نگاه کن. بچه‌ها لایک کنین، واسه من داره حرکت میکنه. ساب کنین، زنگوله رو بزنید. پایان خیلی دارکی داشتیم این موضوع. میتونیم بچه‌ها اینجوری شفشتون تنها ریشاتو ماشین بزنم. پرسانگوی. آقا خدافظ. شروور بسته. قطعش کن.